در اوایل دهه 1970 میلادی ماموران سازمان CIA آمریکا گزارش دادند روس‌ها قادرند از راه دور بر رفتار مردم تاثیر بذارند، به نحوی که سلامتی، احساسات و افکارشون رو تغییر بدن و اونا رو دچار بیماری کنن و حتی از راه دور از بین ببرند. همچنین در سال 1977 سازمان دفاعی اطلاعات آمریکا یعنی DIA گزارش محرمانه رو آشکار کرد مبنی بر اینکه کشور روسیه در فراوری تاثیر از راه دور یا سایکوترونیک بسیار پیشرفت کرده و میتونه افکار و عقاید دلخواه رو به ذهن مردم روسیه القا کنه. گزارش DIA حاکیه که روس‌ها موج مایکروویو سری رو کشف کردن که میتونه برای کنترل افراد بدون اینکه اونها آگاه باشن مورد استفاده قرار بدن و اونها رو دچار این مشکلات جسمی و ذهنی کنن: سردرد، تعریق زیاد، ضعف شدید جسمی، افسردگی، فراموشی، بیخوابی و غیره. دستگاه‌های سایکوترونیک در KGB که در همون سازمان اطلاعات روسیه هست میتونن بدون اعمال زور و خشونت دستوراتی به ضمیر ناخودآگاه افراد از طریق پارازیت یا سر صدای سفید باند رادیویی انتقال بدن. چند است که KGB یا سازمان اطلاعات روسیه میلیون ها روبل واحد پول روسیه است در مورد تاثیر از راه دور هزینه کرده که نتیجهش توانایی تاثیرگذاری و تغییر رفتار روی افرادی که هم از این تاثیرگذاری باخبر بودن و همین که اصلا خبر نداشتن. ایوان سارف روسی در سال 1992 میلادی در روزنامه دلووی میر کنترل ذهن می‌نویسه در اکتبر سال 1985 پس از اینکه به اولین مدیر حزب کمونیست شهر انتقاد علنی کردم، افکار و رفتارهای من تحت کنترل قرار گرفت و تمام بدنم شروع کرد به درد شدید. جالب اینجاست که حکومت روسیه از دهه 50 میلادی، یعنی زمانی که اندیشه‌های ضد خدایی ماتریالیستی لنین و استالین بر روسیه حکم فرما بود، شروع به این اعمال فوق طبیعی و متافیزیکی کرد. یعنی از یک طرف با خدا و متافیزیک مخالف بود و از طرف دیگه از متافیزیک برای کاربردهای استعماری خودش استفاده میکرد. در 21 مارس 1983 روزنامه سیدنی هرالد استرالیا در مقاله نوشت ماهواره‌های روسی که توسط کامپیوترهای پیشرفته کنترل میشن قادرن صداهایی به زبان افراد در کشورهای مختلف ارسال و یک فکر یا به یک نفر یا حتی یک جمعیت بزرگ القا کنن. این ماهواره‌ها میتونن مغز افراد رو کنترل و حتی کاری کنن شخص خودکشی کنه. ماهواره‌ها و دستگاه‌های دیگر تاثیر از راه دور روسی در اغلب کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی، آمریکای لاتین میتونن مشکلات و آشوب‌هایی رو تولید کنن. منبع دیگری میگه این وسایل پیشرفته با امواج با فرکانس کوتاه وارد ذهن افراد میشه و موجب میشه مردم فکر کنن خدا با اونها در حال صحبته. کلاً کشور روسیه به چند طریق سایکوترونیک یا تاثیر از راه دور انجام میده. یک، به وسیله افرادی که سالها در این زمینه تمرین کردند و قدرت ذهنی بالایی در تلپاتی دارند. دو، به وسیله سلاح‌های قابل حمل سایکوترونیکی و سه، به وسیله ماهواره‌ها. و البته راه‌های دیگه مثل تزریق ماکروچیپس، همون ریستراش‌هایی که کامپیوتر در اونها نصب شده، دارو و خیلی چیزهای دیگه. اما این سه چیزی که خدمتتون عرض کردم اصل و عمده اون کارهایی است که این روزها انجام میدن. عزیزان ببینید ما در دنیایی زندگی میکنیم که 99%ش در ارتباطات ماورایی و نادیدنی انجام میشه. سعی کنید اطلاعات خودتون رو تو این زمینه بالا ببرید که نتونن این روش ها به شما آسیب برسونن. ممنون از اینکه وقت گذاشتید.